امروز اومدیم دفتر بنیاد تا از جناب پروفسور عزیز خواهش کنیم که MMP، MMI و این طرح درآمدزایی فوق‌العاده رو که خودشون خالقش هستن رو برامون پرزنت کنن. در خدمت جناب پروفسور گنجلی عزیز هستیم تا جزئیات بیشتری از پروژه های MMP و MMI رو برامون بگن. لطف میکنین برامون توضیح بدین؟ خب سلام، خیلی خوش اومدین. در ابتدا در خدمتتون هستم با پروژه MMP World تا بعدش دیگر پروژه ها و دیگر بخش‌ها رو خدمتتون توضیح بدم. پروژه MMP World مخفف مارکت میکر پلن هستش که یک طرح بازارسازیه که این طرح در قالب کراود فاندینگ فعالیت میکنه، یعنی تجمیع سرمایه نقدی خرد و تبدیل آن به سرمایه کلان برای راه اندازی پروژه استارتاپی. اما پروژه استارتاپی کجا؟ بنیاد بم، که بنیاد بم یه سری پروژه ها رو که روی بستر بلاکچین هستش خودش اومده آماده کرده. این پروژه یعنی به مرحله نهایی و اجرا رسیده، اما برای توسعهش توی بازار به تزریق سرمایه نیاز داره. این سرمایه رو از کجا میاره و این سرمایه از کجا جمع میشه؟ از طریق مردمی که میان سرمایه گذاری میکنن با مبالغ دلخواه و این سرمایه ایجاد میشه و روی پروژه هایی مثل پروژه گیم، مثل پروژه بلاکچین، مثل پروژه های دیفای میاد سرمایه گذاری میشه، توکن های مختلف و اونا توی بازار توسعه پیدا میکنن و خرج تبلیغاتشون میشه، خرج اخبارشون میشه و از این طریق این پروژه ها رشد پیدا میکنن و مخاطبین بیشتری رو پیدا میکنن. بنیاد سود میکنه و بخش از اون سود برای خود بنیاده و بخش از اون سود رو بین سرمایه گذاران و بازاربانش تقسیم میکنه. کلیت این پروژه یک طرح اینوستمنته. این طرح اینوستمنت با 4 تا پکیج همراهه که پکیج اولش پکیج آبی هست، پکیج دوم قرمز که هر کدوم از این پکیج‌ها مزیت‌های مختلفی رو دارن، پکیج بعدی مشکی و در انتها پکیج رویال. هر کدوم از این پکیج‌ها خب فرق‌هایی رو دارن بر اساس مبالغی که مردم سرمایه گذاری میکنن. پکیج آبی از کف حداقل $500 هستش تا $4990. استپاش بر اساس $10 هستش و منظور تا قبل از $5000 هر کسی سرمایه گذاری میکنه میشه پکیج آبی. از $5000 تا مبلغ $49990 میشه پکیج قرمز و از $50000 تا $99990 یعنی باز تا قبل از $100,000 میشه پکیج مشکی و از $100,000 تا $1,000,000 میشه پکیج رویال. اولین مزیتی که هر کدوم از اینا فرق دارن روی سود ماهیانه‌ای هستش که پرداخت میکنه. برای پکیج آبی 6% سود ماهیانه، پکیج قرمز 8%، پکیج مشکی 10% و پکیج رویال 12% سود ماهیانه در نظر گرفته شده. به عنوان مثال کسی که ماهیانه $1000 سرمایه گذاری میکنه خب سود 6% یا $60 رو میگیره و کسی که $10,000 سرمایه گذاری میکنه سود 8% یا $800 در ماه سود میگیره. عرضم به حضورتون که این سودها بر اساس روز شمار میاد محاسبه میشه، یعنی اگر نیمه ماه باشه، 15 ماه باشه که سرمایه گذاریش رو انجام بده، توی ماه اول بر اساس اون 15 روز سود میگیره و یکم ماه میلادی بهش پرداخت میشه و از ماههای بعد به صورت کامل این سودها رو دریافت میکنه. حداقل قرارداد 1 ساله هستش، یعنی کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه حداقل باید 1 سال رو برای پولش در نظر بگیره که خب تو این پروژه سرمایه گذاری کرده و پولش اونجاست. حد اکثر قرارداد بر چه اساسیه؟ حد اکثر قرارداد رو دیگه بر اساس زمان در نظر نگرفته، بر اساس سقف سود یا اصطلاح کاریش بر اساس مکس کپ اومده پروژه در نظر گرفته. این به چه معنیه؟ حالا توضیح میدم خدمتون. آبی میگه تا 300% سود پرداخت میکنه، روی قرمز و مشکی تا 400% و روی رویال هم 500%. میگه کسی که اومده $1000 سرمایه گذاری کرده ماکسیموم حالت تا $3000 از پروژه میتونه سود بگیره. حالا چه مقدار زمان میبره بستگی داره به اون سودهای ماهیانه‌ای که میگیره و درآمدهایی که داره، که این 300% شامل 100% اصل پول به اضافه 200% سود پول هستش، یعنی سود پول و اصل پول توی دل همدیگه پرداخت میشه.
حالا این پکیج‌ها قابلیت تاپ آپ یا ارتقا دادن رو دارن، یعنی کسی که $500 سرمایه گذاری کرده بعدا میتونه یه $100 یا $500 یا هر مبلغی رو که دلش میخواد بهش اضافه بکنه و چنانچه به پکیج بعدی مثلا به 5000 تا برسه، علاوه بر این که سودش ارتقا پیدا میکنه و سودش 8% میشه، خب سقفش هم ارتقا پیدا میکنه، از 300% میشه 400%. وقتی به اونجا برسه خب قراردادش اکسپایر شده، قراردادش تموم شده. بخواد ادامه بده مجدد میتونه سرمایه گذاری بکنه، اگرم نخواد ادامه بده که خب سودش رو گرفته و تموم شده. یک شرایط فسخ رو هم براش در نظر گرفتیم که این شرایط فسخ 3 حالت مختلف داره. میگه اگر زیر 6 ماه باشد، بین 6 ماه تا 1 سال باشد و بعد از 1 سال باشد. اگر زیر 6 ماه باشه چه اتفاقی میفته؟ منهای 50% از اصل سرمایه رو کسر میکنه. توضیح میدم. بین 6 ماه تا 1 سال باشه منهای 35% و بعد از 1 سال باشه 0% چیزی کسر نمیکنه. عرضم به حضورتون که خب زیر 6 ماه یه نفر اومده $1000 سرمایه گذاری کرده، روی ماه پنجم تصمیم میگیره فسخ بکنه. چه اتفاقی میفته؟ میگه از اصل سرمایهش 50%ش رو کم میکنم که میشه $500 واسش باقی مانده است، ولی این طرف سود هم گرفته که به سودها کاری نداره. 5 تا 6% 30% یا $300 سود گرفته که $300 با $500 مانده میشه $800 و از اصل سرمایه 20% ضرر میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر فسخ زود هنگامی که اومده انجام داده، چون قراردادش حداقل 1 ساله بوده. بین 6 ماه تا 1 سال چه اتفاقی میفته؟ حالا همون شخص اگر روی ماه دهم بخواد کنسل کنه، میگه خب 35% از پولش کم میشه، $650 مانده داره، 10 تا 6% یا 60% سود گرفته که میشه $600، جمعاً $1250 باقی مانده داره که اینجا از سودش کم میشه واسش و بعد از 1 سال هم که باشه دیگه چیزی ازش کسر نمیشه. اما اینکه حداقل قرارداد 1 ساله هستش یا اینکه بعد از 1 سال میتونه پولش رو برداشت بکنه، به این معنی نیستش که سرمایه گذارا بیان 1 ساله سرمایه گذاری بکنن. سرمایه گذارا میتونن این 1 سال رو برای سرمایه گذاریشون اگر چنانچه موردی پیش اومد میتونن پولشون رو برداشت بکنن و اینا میتونن تا انتها بذارن باشه و خب از سودش استفاده بکنن. فقط یه نکته رو باید بگم خدمتتون که شرایط فسخ برای افرادی هستش که فقط سرمایه گذار هستن، یعنی کسایی که اینجا سرمایه گذاری صرف انجام میدن اونا میتونن فسخ داشته باشن. کسایی که پلنر هستن یا از طرح بازاریابی ما استفاده میکنن نمیتونن فسخ رو داشته باشن و باید بذارن قراردادشون به اتمام برسه. این توضیحات کلی هستش در مورد پروژه MMP World که ذاتاً یک پروژه سرمایه گذاریه. مردم سرمایه گذاری انجام میدن و سود ماهیانه‌شون رو دریافت میکنن. خب تا اینجا اگه سوالی چیزی دارید بپرسید، من در خدمتتون هستم. چطور میتونیم طرح درآمدزایی رو شروع کنیم؟ خب سوال خوبیه. برای اینکه این طرح سرمایه‌گذاری رو شما بخواید استارت بکنید و شروع بکنید نیاز دارید که تتر تهیه بکنید. تتر همون دلار الکترونیک هستش که با مراجعه به صرافی‌ها میتونید ریال یا دلار بهشون پرداخت بکنید و تتر رو بگیرید. سرمایه‌گذاری خودتون رو با یه سری اطلاعاتی که از شما میگیره که شامل ایمیلتون هستش و مشخصات رمزی که شما باید وارد بکنید، بعد از اون هر ماه به شما با تتر سودش پرداخت میشه که در انتها در مورد نحوه برداشت سودها واسهتون توضیحات میدم. اما در کل پروژه به این صورته که شما با تتر سرمایه گذاری میکنید و با تتر هم سودهاتون رو دریافت میکنید. خیلی ممنون از توضیحات کاملتون در رابطه با MMP World. در پارت بعدی در خدمتتون هستیم با توضیحات MMI. با ما همراه باشید.